امر به معروف و نهی از منکر باید با علم باشه. یعنی شما اگر یک جای یک منکری رو دیدید، نرید اونجا سر و صدا را بندازید این چه وضعشه، این چه کاری داری انجام میدی، برو گم شو، از خدا بترس، فلان فلان. نه، اینطوری نه، با علم باید باشه. علما میگن که لا یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر الا من کان فقیها فيما یأمر به فقیها فيما ینهی عنه. نه اینکه فقیه باشه، عالم مجتهد باشه، آیت الله باشه، مولانا باشه، نه، یعنی باید بدانه که از چه چیز امر میکنه و به چه چیز امر میکنه و از چه چیز نهی میکنه. به طور مثال کسی را اگر دید که مثلا به طرف زنی داره نگاه میکنه در بازار، بره سلام علیکم برادر، حال شما خوبه، اسم شما چیه؟ محمود، احمد، علی. میبخشید یک چیزی رو میخواستم بگم بهتون، بفرمایید. طرفم با خوبی برخورد بکنی، با خوبی برخورد میکنه. الله متعال در قرآن کریم میفرماید و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مؤمنان که چشمهای خودشان را از نامحرم بپوشانند. و این کاری که شما دارید انجام میدید مخالف امر الله و رسولش است. قبول کرد به خوبی، خوب. قبول نکرد، فوشت داد، اذیتت کرد، حق نداری باش بجنگی، باش دعوا بکنی، درگیری ایجاد بکنی، توهین بهش بکنی. نه، امر وظیفت رو انجام دادی. این است امر معروف و نهی از منکر. قاعده دوم این است که وقتی که شما دارید امر معروف و نهی از منکر میکنید، باید الاولا فالاولا علما بهش میگن. یعنی چی؟ به امور مهم مردم رو، چیزی که مهمتر از مهم باشد. به طور مثال یک جای رفتید دیدید که یک نفری داره مثلا با دست چپ آب می نوشه، خب این خلاف سنت است. وقت نماز است و مردم دارن به طرف مسجد میرن، الان شما اینو به چی چیز امر میکنید؟ دارید میخوای نصیحتش بکنید، شروع کن اینجا نیم ساعت بهش توضیح بده که نوشیدن و خوردن با دست چپ حرام است و جایز نیست و خلاف سنت است فلان. نه، اینجا مهمتر از با دست چپ نوشیدنش این است که شما او رو امر بکنی به این که برادر وقت نماز است، بریم با هم وضو بگیریم، نمازمون رو در مسجد بخوانیم. یعنی آنچه که مهمتر و اولاتر است. من در نقد بعضی از دعوتگران سلفی یک زمانی گفته بودم که مثلا رفتن افغانستان، روز اول تو مسجد شروع کردن به رفع الیدین و آمین به جهر، و گفته بودم که این حماقت است و اینها احمقن. بعضیا ناراحت شده بودن که شما توهین کردید. بعضی هم از خباثت اومدن گفته بودن که سنت پیامبر رو میگه حماقت. نه، اینا بد فهمیدن. الان در همون منطقه اینا که رفتن فتنه ایجاد کردن در بین مردم به نام رفع الیدین و آمین به جهر، در همونجا زیارتی است که مردم میرن دورش طواف میکنن، طلب حاجت میکنن، استغاثه میکنن به صاحب قبر. در اینجا توحید مهمتر است یا سنت مهمتر است؟ یا نفل یا مستحب مهمتر است؟ در اینجا توحید مهمتر است. اصل دین توحید است. اصل دین لا اله الا الله است. تو برو اول عقیده مردم رو درست بکن، اول توحید و دوری از شرک رو به مردم آموزش بده، بعد برو به سراغ سنت ها. و مردمی که توحید عقیده شون درست بشه، آهسته خود به خود خودشون میان به طرف سنت. پس اینجا اولویت را در نظر گرفتن مهمترین اصل امر به معروف و نهی از منکر است. گاهی اوقات یک امر به معروف و نهی از منکری که ما میخوایم انجام بدیم سبب یک منکر بزرگتر میشه. مثلا طرف رفته در مجلس عروسی است، این برای خودمون اتفاق افتاد. یک از علما بود در یک مجلس عروسی، ما از 20 سال 25 سال به این طرف در مجالس برنامه اسلامی ایجاد می‌کردیم که اولین برنامه اسلامی رو ایجاد کردیم. روز اول خیلی سختی‌ها کشیدیم، خیلی اذیت کردن، منتها آهسته امروز مد شد. امروز در خیلی از مناطق می‌بینیم که در عروسی‌ها به جای ساز و سرود و منکرات اینها، مردم
البته نه به شوری شور نه به بینمکی، یعنی بعضی آمدن کلا مجالس عروسی رو تبدیل به عزا کردن. یک طرف میاد اونجا 1 ساعت شعر سخنرانی میکنه، این غلط است. یا اینکه بیاد سراسر مجلس موسیقی باشه و رقص و بازی باشه، اینم غلط است. بلکه مجالس عروسی تبدیل بکنیم به یک مجالس خوشحالی که در اون منکر نباشه، مسابقات باشه، هدایا باشه، شوخیای جایز باشه، حالا یک وعظ و نصیحتی هم باشه. در یک مجلسی در اون سالهای اول یک عالمی رو دعوت کردیم بیاد صحبت بکن. در مجلس نشستن، خب 300-400 نفر در سالن بزرگ نشستن، مایک رو گرفت، بسم الله اعوذ بالله و صلات و سلام علی رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرف اللحى وقص الشوارب. شروع کرد در مورد فضیلت ریش صحبت کردن و شروع کرد به کوبیدن کسایی که ریشاشون رو میتراشن. اینا ملعونن و اینا فاسقن و اینا فاجرن. حالا 80% مجلس همه ریش تراشیده بودن. هر کدومشون در حالی که داشت فوش میداد از مجلس خارج شد. آخر همین مایک و دم و دستهایی که داشتیم خلاصه جمع کردیم و یک موسیقی بلندی هم گذاشتن اونجا، یعنی بیرونمون کردن. غلط است این. هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. در اونجا تو به جایی که بیایی در مورد مسائل ازدواج، حالا در لابلایش حرمت موسیقی و نمیدونم فلانیش رو صحبت، اون در مورد فضیلت ریش داره صحبت میکنه که اینجا جاش نیست. فضیلت ریش رو برو در خطبه جمعه صحبت بکن که دیگه کسی هم جرأت از مسجد خارج شدن هم نداشته باشه. گاهی اوقات منکر و معروف اینا با هم مخلوط میشن. یک مثلا طرف بزرگ یک قومی هست، حالا یک امر منکری رو انجام داده، تو بیا در بین طرفدارانش و افرادش و در یک مجلس این آقای فلان فلان شده که داره فلان منکری رو انجام میده. خب این جایز نیست. تا الان زدی طرف رو در بین قومش و خیشش و در بین طرفدارانش آبروش رو بردی، مرتکب منکری شدی که از اون منکری که اون داشت انجام میداد بالاتر است، در حالی که تو فکر میکنی که داری امر به معروف میکنی. و این رو خیلی باید دقت بکنم. بعضی از محتسبین یا کسایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن، خاصا در امارات اسلامی، مردم رو در مسائل اختلافی فقهی امر به معروف و نهی از منکر میکنن. رفع الیدین نکن، آمین به جهر نگو، این دست رو اینجا ببند، اینا مسائل فقهی است، اختلافات فقهی است. هر کدام برای خودش دلیلی از قرآن و سنت داره. در اختلافات فقهی بین امت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست. بعضی فکر میکنن که در مسائل اختلافی فقهی هم بین امت من باید برم امر به معروف و نهی از منکر بکنم. و طرف به این نتیجه رسیده که آمین به جهر با صدای بلند گفتن سنت است و تو هم میدانی که سنت است. در صحیح بخاری هم سند صحیح است. پس تو چرا این رو میری به عنوان یک منکر بر او رد میکنی؟ که انه داری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رد میکنی. و عکسش، حالا یک سلفی وارد مسجد شد، دید که یک نفر مثلا دستشو زیر نافس بسته، شروع کنه به اون سر و صدا که تو داری مرتکب یک گناهی میشی که دستتو بالای سینت باید ببندی. نه خیر برادر، به تو چه؟ تو به این نتیجه رسی که دست رو سینت ببند. اون حنفی است، تابع امام ابو حنیفه است، در مذهب حنفی میگه که دست رو زیر نافت ببند. به تو چه؟ در این مسائل امر معروف و نهی از منکر نیست. در این مسائل برای هر مسلمان که به یک نتیجه رسیده باشه، یا مقلد برای عامه مردم که مقلد یک مذهب فقهی هستن، نباید در این مسائل حادثا وارد بشه امر معروف و نهی از منکر میکنن. امر معروف و نهی از منکر در گناهانی است که اجماع علما بر ناجایز بودن و گناه بودن این امور وجود مانند زنا، دزدی، بی‌حجابی و اعمالی که در ملأ عام سبب نشر فحشا و فساد در بین مسلمان ها میشه. و اینکه انسان بدانه که کی رو داری تو امر به معروف میکنی، نهی از منکر میکنی. از حال او باید آگاه بشی، از وضعیتش باید آگاه بشی.
شاید مثلا یک نفر داره یک جای یک چیزی رو داره میخوره که شاید در دین اسلام جایز نیست خوردنش، شاید مضطر است، درمانده است، چاره دیگری نداره. تو شروع کن آیه و حدیث به سر بیچاره بزن که تو چرا این کارو کردی. یا روز رمضان است، یک شخصی داره تو راه میره، یک بطری آبی رو از چانته‌اش از یک جای در میاره، میگیره مینوشه. قبل از اینکه تو بری در مورد شاید این مرض شکر داره، مرض قند داره، شاید بیماری کلیه داره، شاید بیماری معده داره، شاید دکترها تجویز کردن که روزه گرفتن براش ضرر جانی داره و مثلا کسی بیمار قند داشته باشه، بیماری شکر داشته باشه، زود تشنه میشه. روز گرم رمضان تو بازار یک نفر یک بطری آبی رو گرفت نوشید، آب بری سر بزنیدش که تو چه روزتو داری میخوری. نه خیر، وظیفه تو این است که باید بری برادر شما روزه نگرفتید، روزتون رو خورید. بله من بیمارم نمیتونم روزه بگیرم. خلاص تموم شد رفت. پس لطف کنید یک گوشه‌ای برید. نه اینکه شروع کنید این کافر رو ببینید، این منافق رو ببینید، این بیدین لامذهب رو ببینید که در روز روشن در ماه رمضان داره روزه میخوره. همین کاراست که بعضی مردم را از دین متنفر کرده، از اسلام متنفر کرده. چون این همه امور ما یک ضوابط و یک شروطی داره. یکی دیگر، وقتی که شما کسی رو یک انکار منکری رو انجام میدید، منکری که در حالت وقوع باشه در الان، طرف مثلا دیروز، دیشب، پریروز، یک هفته قبل، یک ماه قبل، یک سال قبل مرتکب یک اشتباهی شده، شما سر راهشو بگید تو همونی نیستی که یک سال قبل فلان کار را کرده بودی، 2 روز قبل فلان کار را کرده بودی. نه، گذشت. به تو به اون کار نداشته باش. مادامی که الله متعال ستر کرده، تو حق نداری که او رو در بین مردم رسوا بکنی. کرده اشتباهی در گذشته، توبه کرده بین خودش و خداش، نکرده به تو مربوط نیست. تو اگر منکری فعلا داره انجام میده و تو داری میبینی، باید انکار بکنی، به گذشتهش کاری نداشته باش. در مورد یک منکری که داره هی انجام میده، گذشته هم انجام داده، الان هم داره، آینده هم شاید انجام بده، در یک گوشه میری باهاش نصیحت میکنی، نه در بین مردم. طریق شرعیش این است. دیدی در یک مجلسی یک شخصی بلند شد، مثلا یک گیتاری رو گرفت شروع کرد به خواندن، 2 تاری دنبوره‌ای رو گرفت شروع کرد به خواندن. الان این طرف یک شخصیتی است برای خودش، بلند شد جلوی مردم بگو تو منافق، فاسق، فاجر، فلان فلان فلان. شاید این مجلس این وقت مناسب نباشه. بعد از پایان مجلس یک حرفی زد، غیبت کسی رو کرد، یک گناهی رو مرتکب شد. به دنبال وقت مناسب، اگر اونجا گفتنش مناسب بود همونجا انجام بدید، اگر نه وقت مناسب نبود، جا مناسب نبود، گوشی دستشو بگیرید، یک جایی ببرید که پیش دوستان، پیش مردم نباشه. بعد از اون بهش نصیحت بکنید، بگید که این کار تو اشتباه است. از فرصت ها انسان باید استفاده بکنه، فرصت هایی که در اون میشه امر معروف و نهی از منکر کرد و اون مراحلش. فمن رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. کسی که منکری رو میبینه با دستش تغییر بده. قدرتشو داشتی، مثلا عروسی خودت بود، عروسی برادرت بود، عروسی خواهرت بود، عروسی قوم و خویش نزدیکی بود که تو بر اونها حرف تو ارزش میگذارن، حرف تو قبول میکنن، میتونی بر اونها منت بگذاری. در اینجا باید تو با دست مانع منکر بشی. نه کسانی هستن که تو نمیتونی، مثل برادری گفت دوستانی دارم فلان فلان منو به عروسیشون دعوت کردنم، گفتم قبل از اینکه به عروسی بری با داماد صحبت بکن بهش بیان بکن حرمت موسیقی و فلان اینا رو. قبول کرد جزا الله خیر، قبول نکرد تو وظیفت رو انجام دادی. پس از فرصت ها انسان باید استفاده بکنه. امام نووی رحمت الله علیه در شرح همین احادیثی که در مورد امر معروف و نهی از منکر آمده میفرمایند که ولیس للآمر بالمعروف البحث والتنقیر والتجسس و اقتحام الدور بالظنون. وظیفه کسی که امر معروف میکنه این نیست که بره تجسس بکنه،
جستجو بکنه، جاسوسی بکنه، به خانه مردم حمله بکنه. وظیفش این نیست. بلکه بل این عثر علی منکر غیره بجهده. بلکه جای یک منکری رو دید، بعد از اینکه دید، نه اینکه کسی اومد گفت والله من یک زنی رو دیدم که خانه مثلا آقا فلانی وارد شده، تمام پیداش کردم، فاسق فاجر رو، برو دیگه الان جاسوسی بکن که این زن کی بود، چرا اینجا وارد شد، چی کار میکنه اینجا. بعد از 1 ساعت 2 ساعت این زن خارج شد، حتما یک زنی رو آورده بود برای زنا. شروع کن به پخش این خبر در بین مردم، یا ایها الناس فلانی زنا کرد، یا که خونه اومد بیرون، مردم ببینید این همون که خدا گفته زنا نکنید این زنا کرده. شاید خالش بوده، عمش بوده. به تو چه؟ مادامی که منکر ظاهری در جامعه در بین مردم وجود نداره، ما حق نداریم جاسوسی مردم رو در خانه‌هاش. ولا تجسسوا، امر صریح الله سبحانه و تعالی است. حمله کردن به خانه‌های مردم برای کشف یک منکر جایز نیست. قاضی الماوردی یکی از علمای بزرگ است، میگه که لیس للمحتسب ان یبحث عما لم یظهر من المحرمات. بر یک امر به معروف، کسی که امر به معروف میکنه، وظیفش این نیست که محرمات یا گناهانی که ظاهر نیستن در جامعه بره در مورد اونها جستجو بکنه. امروز از خونه بسم الله توکلت علی الله، امروز میگردم ببینم که کی دروغ میگه، به تو چی؟ امروز از خونه میرم ببینم که کی زنا میکنه، به تو چی؟ متاسفانه وقتی امر معروف نهی که دولتی بشه، کارمندی بشه، مثلا شاید در همه دولت ها باشه، آخر ما که میشه پلیسای ترافیک یا راهنمای رانندگی به هر بهانه مردم رو جریمه میکنن. یکیشو پرسیدم چرا بعد از تاریخ 25 شما زیاد هر جایی برای بازرسی؟ گفت بالا استاد گفت راستشو بگیم، یعنی به ما میگن که خلاصه بودجه کم است، حقوقاتون هم نزدیک است، برای دولت بودجه لازم است، باید شما خلاصه فعالیت بکنید. امر معروف و نهی از منکر امام در امارت اسلامی همینطور شه، باید هرچی بیشتر فعالیت بکنه دیگه رتبه میگیره پیش دولت، بالا میره. ماشاءالله چه امر به معروفی داریم، در این ماه 30 مورد رو برای ما کشف کردیم. این وظیفه شما نیست. تو راه داری میری، منکری رو دیدی، با حکمت، با موعظه حسنه، با لطف خوش نصیحت میکنی. تو ناصح هستی، تو حق تغییر به دست رو نداری، تو حق تجسس نداری. مهمترین نکته‌ای که یک شخصی که امر معروف و نهی از منکر میکنه این است که اخلاص داشته باشه، این کار رو به خاطر خدا انجام بده. امر به معروف و نهی از منکر عبادت است، مانند نماز، مانند روزه، مانند زکات، مانند حج. کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو به خاطر حقوق دولت انجام میده مشرک است، به معنی اینکه در عبادت خودش دولت رو هم شریک کرده. یعنی گفته که بارالله من این امر به معروف و نهی از منکر رو برای رضای تو و برای اینکه وظیفه دولتی خودم را انجام بدم انجام میدم. این شرک است، شرک در عبادت است. الله سبحانه و تعالی هیچ عبادتی رو که در او اخلاص نباشه قبول نمیکنه. مخلصین له الدین، فقط و فقط برای الله. به خاطر همین میگم که امر به معروف و نهی از منکر نباید وظیفه دولتی باشه، وظیفه ایمانی و مسلمانی هر انسان مسلمان است. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وظیفه همه ماست. به اندازه علم ما یک جای منکری رو دیدیم باید انکار بکنیم. وقتی که در این اخلاص نباشه، انسان به خاطر چی انجام میده؟ به خاطر کبر، به خاطر عجب، به خاطر ریا، به خاطر که میخواد نشون بده که والا من یک فعالیتی کردم. صبر بزرگترین عبادتی که الله متعال براش اجر و پاداشی تعیین نکرده، از جمله عباداتی که اجر و پاداش براش تعیین نشده.
برای نماز، برای حج، برای اکثر عبادات که ببینید 99% عبادات براش اجر مقرر شده. اجر تو این است، عمره کردی اجرت این است، حج کردی اجرت این است، نماز خواندی اجرت این است. برای دو چیز، برای روزه و برای صبر اجر معین نشده. روزم به خاطر اینکه تو صبر میکنید، چون صبر یکی از مسائل مهمی است که در روزه تجلی میکنه. صبر بر شهوات، صبر بر نوشیدن، صبر بر گرسنگی، صبر بر تشنگی، صبر بر همه اون مشکلاتی که در اثنای روزه بر تو طاری میشه. به خاطر اون، چون صبر در این عبادت وجود داره، برای روزم اجر و پاداشی معین نشده. الصوم لی و انا اجزی به. و در مورد صابرین الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ که انسان‌های صابر اجرشون رو چی میگن؟ به غیر حساب، بدون حساب و کتاب. مهمترین شرط امر معروف و نهی از منکر، انسان باید صبر داشته باشه. صبر نداری امر معروف و نهی از منکر نکن. یک روزی در یک برنامه زنده‌ای همین تلفن‌ها رو باز کردم، اولین بیننده شیعه شروع کرد فحش ناموسی دادن به مادرم. خلاصه انسان باید صبر داشته باشه در مقابل این. من همون شب خونه برگشتم، مادرم داشت اشک میریخت. میگفت پسرم بزرگ شده، پسرم بزرگ کردم، به این چیز رساندم که امروز در تلویزیون در جلوی مردم یکی بلند شه به مادرش فحش بده. بعد گفتم مادر، من رسول الله صلی الله علیه وسلم به همسرش تهمت زنا زدن، با سنگ زدن. تو رو نه کسی با سنگ زده، نه منو زده، حالا یک فحشی داده. این اجر و پاداش داره، چون به خاطر این داده که این فحش رو داده که من حرف حق رو، حرف دین رو، حرف توحید یکتاپرستی رو بیان کردم. خلاصه این صبر میخواد. شما فکر میکنید این فحش دادن ها، اذیت کردن ها، تهدیدهای جانی، تهدیدهای مختلف، اینو آسان است؟ انسان باید صبر بکنه. صبر نداری امر معروف و نهی از منکر نکن. مجبور نیستی. بار الله بگو من صبر ندارم. میری طرف رو بهش میگی که سلام علیکم، خوبی؟ دار شما خوب؟ وقت نماز هست، بریم با هم. برو گم شو فلان، 4 تا فحش هم بهت میده. تحمل بکن، صبر بکن. به پیامبر ما چه کارایی که نکردن. متهمش کردن، دروغگو بهش گفتن، حتی آوردن اون بقایای شطور رو بعد از ولادتش که خیلی سنگین است، این 3-4 نفر میتونن با هم بلند کنن، 3-4 نفر بلند کردن آوردن سر پیامبر گذاشتن و پیامبر در حالت سجده بود. کسی جرئت نمیکرد که از سر پیامبر برداره و پیامبر صبر کرد. بار الله قوم من را ببخش، اونها نمیدانند. صبر. طائف رفتن انقدر با سنگ پیامبر رو زدن که خون از بدنش، کفشای پیامبر پر از خون شد. الله متعال از زبان پیامبرش لقمان امر میکنه یا بنیه اقم الصلاة، ای فرزندم نماز را برپا دار، و امر بالمعروف و انهی عن المنکر، مردم را امر به معروف و نهی از منکر بکن، واصبر، اینجاش مهم است، صبر کن، علی ما اصابک، به اون چیزی که به تو میرسه صبر بکن. راه بهش که گل و گلزار نیست. شما امر به معروف میکنی، حرف حق میزنی، مردم بهت فحش میده، توهین میکنه، اهانت، شاید هم بزندت. پس وظیفه تو صبر کرده. صبر نداری امر به معروف نکن، چون مرتکب گناهی میشی که خیلی جزای اون و سزای اون بیشتر از ترک امر معروف و نهی از منکر است. الله متعال میفرماد که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. وقتی حق رو میگی در مقابل اذیت باید صبر بکنی. به خاطر همین صبر و حق با هم اومده در اینجا. و تواصوا بالحق، وقتی که مردم رو سفارش میکنه به حق، و تواصوا بالصبر، به صبر هم توصیه بکنید. حق و صبر. حق گفتی باید صبر داشته باشی. روایت هست میگن صحابی اومد گفت یا رسول الله احکام دین زیاد شد، خلاصه دین رو به من بگو چیکار بکنم؟ گفت خلاصه دین لا اله الا الله. سرش انداخت با این. بعد از چند لحظه فکر کردم یا رسول الله پس با همه دشمنی؟
چون وقتی لا اله الا الله گفتی، در لا اله الا الله بودی، دشمن زیاد میشه، باید صبر بکنی. به خاطر این صبر از بزرگترین عبادات است. وظیفه یک شخصی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه ابلاغ است. ابلاغ کردن به مردم. تو حق تغییر دادن به ید نداری، بزنی مردم رو مجازات بکنی. این وظیفه تو نیست، این وظیفه دولت است. هر آمر به معروف و کسی که نهی از منکر میکنه وظیفش فقط ابلاغ است. مانند پیامبران، الله متعال چی میفرماید؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. بر پیامبر نیست مگر ابلاغ کردن. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خدا میداند که شما چه آشکار میکنید چه پنهان میکنید. و در جای دیگه میگه و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. تو مردم رو فقط یادآور شو، تذکر بده. وظیفه پیامبر تذکر دادن مردم بود. وظیفه پیامبر ابلاغ رسالت بود. اجبار مردم، درگیر شدن با مردم وظیفه پیامبر نبود. مسئله جهاد جداست، این حکم جداگانه است. اما در بیان و نصیحت مردم وظیفه پیامبر چی است؟ ابلاغ، نصیحت، بیان کردن، تذکر دادن. و کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه وظیفه‌شو باید بدونه. وظیفه تو ابلاغ کردن است. پارسال اگه یادتون باشه یک راننده تاکسی رو یک از افراد امر به معروف و نهی از منکر در مزار شریف بود فکر کنم با سیلی زده بود. در اون برنامه هم گفتم بازم بشکنه دست اون امر به معروف و نهی از منکری که سیلی به گوش یک مسلمان میزنه. بشکنه دست اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه که دستشو سر یک مسلمانی بلند میکنه. این وظیفه تو نیست. سیلی زدن، کتک زدن، لت و کوب کردن، این مجازات است. مجازات بعد از این صورت میگیرد که محکمه اسلامی، محکمه شرعی تثبیت حکم بکند، تثبیت گناه بکند، حکم صادر بکند. بعد از اون شلاق زده میشه، زندان میشه، هر کاری میشه. این کار محکمه شرعی است. امر به معروفی که سیلی به مردم میزنه، مردم رو شلاق میزنه، اینها از دین بیخبرن. و بازم میگم بشکنه دست اون مأمور امر به معروفی که مسلمانی رو با شلاق میزنه، با سیلی میزنه، با قنداق تفنگ میزنه. چون وظیفه تو زدن نیست، وظیفه تو فقط نصیحت کردن و ابلاغ کردن است. طرف قبول کرد خوب، قبول نکرد به تو مربوط نیست. در بعضی از اماکن عمومی مثلا این تنها مختص دین اسلام نیست. الان مثلا شما در یک بیمارستان نوشته است نو اسماکینگ یا سیگار کشیدن ممنوع است. یا یک نفری بیاد اونجا شروع کنه به سیگار کشیدن. خب سکیوریتی میاد، نگهبان میاد، حراست میاد، میگه که اینجا سیگار کشیدن ممنوع است. طرف اگر اصرار کرد از دستش میگیرن میبرن. چرا؟ چون تو حقوق تو تا وقتی است که حقوق و آزادی دیگران رو محدود نکنی. اینجا ممنوع است. همین کار رو اگر یک کسی که مسئول امر به معروف است، حالا که مجبورن دولتی شده دیگه، در یک جای عمومی که داره مردم رو داره اذیت میکنه، طرف داره مرتکب یک منکری میشه، در اون صورت حق دارن اونم با وجود پلیس یا شخصی که مأمور نظامی باشه، عادتاً یعنی در کنار امر به معروف پلیس می باشه در بعضی از کشورهایی که بود این نظام، طرف رو به زور از عملی که داره سبب اذیت و آزار مردم میشه باز میدارن. این متعلق تنها به امر به معروف و نهی از منکر نیست. حتی در کشورهای کفری شما در مکان عمومی مرتکب یک کاری بشید که سبب اذیت و آزار دیگران بشید، حق داره پلیس یا نیروهای مخصوصی که در این اماکن هستن شما رو مانع از این کار بشن. وظیفه دیگری که خیلی مهم هست ستر کردن. یک امر به معروف و نهی از منکر کسی انجام میده بعد ستر بکنه، افشا نکنید طرف رو. افشا کردن، رسوا کردن وظیفه شما نیست.
زنا کرده، دزدی کرده، هر گناهی مرتکب شده، شما حق افشا کردنشو ندارید. وظیفه شما ستر کردن است. چون نصیحت تبدیل میشه به فضیحت، نصیحت تبدیل میشه به رسوایی. رسوا کردن وظیفه شما نیست. ولو این که ولو که طرف با 100 تا زنم زنا کرده باشه، تو حق نداری که این رو فیلم بگیری پخش کنی برای مردم در سوشال میدیا. زندگی طرف رو تباه کردی. طرف 100 تا توبه بکنه، مردم اونو دیگه نمیبخشن. نمیتونه کوچه بره، نمیتونه بازار بره و این وضعیت شاید فردا توبه کرد. الله متعال توبهشو میپذیره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه گناه ها رو میبخشه، غیر از شرک همه گناه ها رو میبخشه. شرک هم اگر توبه بکنه میبخشه. تو که میگیری فیلمشو پخش میکنی، طرف غیر از خودکشی دیگه چاره ای نداره، دیگه نمیتونه در اون جامعه زندگی بکنه و این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیست. ستر کردن یکی از اصول و ضوابط و شروط امر به معروف و نهی از منکر است. علما میگن که فمن وعد اخاه علانیه فقد شأنه، یعنی کسی که برادرش رو علنی میاد نصیحت میکنه او رو رسوا کرده. مثلا دوستی داریم، حالا مثلا دیروز ما در یک جای مرتکب یک منکری شدیم، امروز در یک جمعیت دوستان نشستیم توی یک جای، یکی وارد فلان دیروز دیدمت فلان جا داشتی فلان کار رو انجام میدی، از خدا بترس، اتق الله. رسوا کردی منو پیش دوستام. این امر معروف نیست، این رسوایی است. نصیحت نیست، فضیحت است. نکته دیگر، حکمت، پند، اندرز، موعظه حسنه. الله سبحانه و تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هی احسن. وقتی که تو دعوت میکنی، امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی، حکمت رو در نظر بگیر، علم رو در نظر بگیر، شرایط رو در نظر بگیر. والموعظه با لطف خوش. یک از دوستان میگفت که شاهد بودم در یک هیست بازرسی امر معروف، یک دختری رو نگه داشتن، فلان قسمت فلان بدن اینطوری داره هویدا میشه، فلان کار تو اینطوری است، یقت مانند فاحشه هاست، موی سرت مانند رقاصه هاست. این کجاش امر معروف و نهی از منکر است؟ این احمق، این بی سواد اصلا نمیدانه که امر معروف و نهی از منکر یعنی چی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سر منبر می‌آمدند، سران منافقین، سران مشرکین، سران کفار را، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، چی شده بعضی از مردمان را که این چنین حرفهایی رو میزنن؟ اسم نمیگرفتن و پیامبر میترسید یعنی از اونا. پس با اخلاق، با موعظه حسنه، یکی از شروط تواضع. امروز ببینید طرف مسئول امر معروف و نهی از منکر ازش چنان سرشو بالا گرفته میره که انگار آسمانو بالگد زده. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه رو فتح کردن، از در مکه داخل شدن به طرف مسجد الحرام میرفتن، به طرف کعبه مشرفه، چنان سرشون رو خم کرده بودن که پیشانیشون به زین به اصطلاح شتر میخورد. تواضع و فروتنی یک از صفات مهمی است که باید یک شخصی که امر معروف و نهی از منکر میکنه داشته باشه. نکته دوم، کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه خودش مرتکب این منکر نباید بشه. این خیلی مهم است. همیشه امر معروف و نهی از منکر این نیست که شما برید با دست یک چیز رو تغییر بدید با زبان، گاهی اوقات شاید با قلب. همون سلسله رو باید که در حدیث ذکر میکنه، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه. این سلسله رو باید در نظر بگیریم. طرف در یک جای میره میخواد با تغییر با دست بکنه، امر معروف با دست بکنه، میزنن سر کلهشو میشکنن.
این اشتباه هست. این سلسله رو باید در نظر بگیریم. یکی از بزرگترین وسایل امر معروف و نهی از منکر این است که مجالسی که در اون انسان ها مرتکب منکر میشن رو ترک کرد. الله متعال اینو امر میکنه، میگه که وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره. جایی میبینید که مردم دارن اعمال زشت انجام میدن، حرفای زشت میزنن، با اونا ننشینید، بلند شید مجلس رو ترک بکنید تا اینکه موضوع صحبتشون رو عوض بکنن. گاهی اوقات برای بعضی از انسان‌ها که ما می‌خوایم اونا رو امر معروف و نهی از منکر بکنیم، نیاز است که کسانی رو ما با خودمون همراه بکنیم که این شخص در نزد اون طرف چه جایگاهی داشته باشد یا حرفش به قول افغانی ها بچله بالای اون نفر یا بتونه سر اون منت بگذاره. حتی بعضی از انبیا اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث. دو پیامبری رو فرستاد، الله سبحانه و تعالی تکذیب کردن، پیامبر سومی رو فرستاد، پیامبر دیگری رو از بین آنها مبعوث کرد. گاهی اوقات نیاز است که امر معروف و نهی از منکر یک شخص معینی به وسیله یا به همراهی کسی دیگری صورت بگیرد که این طرف بالای او حداقل حرفش ارزشی داشته باشد.